سلام عزیزای من، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام مراحل بسترسازی استاندارد موژه رو بهتون آموزش بدم. همونطور که میبینید با فوم و براش مخصوص موژه ها رو تمیز میشوریم تا هر نوع چربی و آلودگی از روی موژه ها تمیز بشه. بعد از اینکه چشما رو تمیز شستیم با دستمال کاغذی باقی مونده فوم رو از روی چشم تمیز میکنیم. بعد با پیست آب فوم رو کامل آب کشی میکنیم تا موژه ها کاملا تمیز بشن. خب حالا میرم سراغ آماده سازی زیر چشم. پد مخصوص رو زیر چشم قرار میدم و جای قرارگیریش رو دقیق چک میکنم و بعد از که پد رو نصب کردم بعد از اون از چسب تیریم استفاده میکنم برای اینکه موژه های پایین کامل روی پد فیکس بشن و موقع کار مزاحمتی ایجاد نکنه. دقت کنید که چسب تیریمتون رو 2 تیکه به صورت ضربدری بچسبونید. در آخر پرایمر میزنم تا هر گونه چربی باقی مونده گرفته بشه و موژه ها برای اکستنشن کاملا آماده باشن. با انجام درست این مراحل ماندگاری اکستنشنتون خیلی بهتر میشه و نتیجه نهایی تمیزتر در میاد.